من بابت همه چی ممنون هست. برای سوگادی ها، نانچایی، باکلاوا. فارسی تنم خوب شد دستو. ایشالله این سری آمدید 3 تا پول دیگه ساخته شد دست در شهر. آها کنترات برداشتیم همه زمان پول رو گذر بزنیم. خیر پیش همشیره. دلم تازدم کند گران مادر خوده. به سلامت. بای مامی. خدا حافظ. آی بالام قزوین نسو انگور شانی جان قوت مدد باید بدانی ببم قوت تا همش توی پسته لبای یار از اون از خنده بسته است لبای یار از اون از خنده بسته است. آقا جان یه توضیح برات جشن میدی؟ این جشن قزوین است. برای روز قزوین هر سال دخانت جشن میگیریم، شعر عارف میخوانیم و خوش میگذرانیم. خب حالا میرسیم به بخش مسابقه. کی داوطلب است؟ من. خب شرکت کننده اول اشرت خانم. چند تا از شیرینی‌های قزوین نام ببرید. ایوای هولم نکن کازم، هولم نکن. زین بگو. نامبرنجی، نخودی، قندی، بادامی، گردویی، پادرازی، چرخی، عطابکی، باقلوای پیچ با مغز پسته، باقلوای بادام با شکل لوزی. آفرین 10 امتیاز. بعدی آسان بپرسی ها. شرکت کننده ها آماده. یک جمله در مورد میر عماد قزوینی بگید. زینگ اول اشرت زنگ زد. بگو اشرتم. کازم یهو همه چیزم پرید. چی پرید؟ اطلاعاتم. چیز جان تو بگو. میر عماد سیفی حسنی در سال 961 هجری قمری دنیا آمد. از آثار میر عماد خوشنویسی کتاب گلستان سعدی، بوستان، حافظ و رساله آداب المشق از آثارش می باشد. بارکالله 10 امتیاز. سوال بعدی. جشن فندقچینی در کدام شهرستان قزوین می باشد؟ وینگ سن پترزبورگ. چه ربطی دارد؟ زینگ در علموته. تازه جشن زغالقدم در روستای هیر قزوینه. خوبه. خب برنده مسابقه امروز کسی نیست جز کازم منه نگاه. مثلا من زیزم تی. خب جمع امتیازات چیزجان 20 امتیاز، جمع امتیازات اشرت همسر مهربانم 185 امتیاز. برنده مسابقه کف مرتب. اعتراض دارم. وارد نیست. آقا جان اون قضیه یادت نره. آها امروز سالگرد ازدواج من اشرتم هست. وای قلبم کازم یادت بود. به افتخار 2 قلاق عاشق که هیچ موقع هم دیانه تنها نذاشتن. به افتخار 3 کس، اشرت و کاظم و بیکس. کم چرت پرت بگو تو. خب حالا بریم آن سر کاده دادن. باز شفت دیده شفت بلکه پسندیده شفت. بفرما اشرتم. این نقشه جغرافیاست. اینجا اسمش آسیاست. اینم نقشه جاده ابریشم است. میخوام تا سواحل مدیترانه با کشتی سفر کنیم. وای کازمم گلاب کازنه ماشالله. بابا این مال اینجا نیست که تو هم. از خوشحالی بود. من در همین جا اعلام میکنم از کاظم آقا وفادارتر ندیدم. ماه من کی است؟ بگو عدسی من. عدسی من کی است؟ زشت نسین آقا جان.